من معتقدم حداقل در کوتاه مدت جنگ مجددی بین ایران و اسرائیل به وجود نمیاد. این موضوعیه که من اخیراً چند بار اعلام کردم و از طرف بعضی از دوستان مورد هجمه قرار گرفت. امروز میخوام دلایل خودم رو برای این موضوع به طور کامل تشریح کنم. شما هم همراه باشید تا ببینم میتونم قانعتون بکنم یا نه. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 10 دی 1404 یا به عبارتی آخرین ساعت سال 2025 میلادی. سالی که شاید بشه بهش گفت پر التهاب ترین سال تاریخ معاصر خاورمیانه. سالی که همه هر شب با چک کردن اخبار میخوابیدیم و صبح منتظر این بودیم که ببینیم جنگ جدیدی شروع شده یا نه. از این بیشتر وقتتون رو نگیرم. بریم سراغ دلیل اول. در تحلیل‌های کلاسیک نظامی همیشه میگن برای شروع جنگ شما 2 چیز لازم دارید که حداقل باید یکیشون اتفاق بیفته، یا اصل غافلگیری و یا لشکرکشی و آرایش نظامی وسیع. اخیراً دیدیم که ترامپ و نتانیاهو همش دارن ایران رو تهدید به حمله مستقیم میکنن. اما بیایم آخرین اخبار مربوط به این موضوع در ماه اخیر رو بررسی کنیم. اصل غافلگیری وجود نداره، اما آیا لشکرکشی اتفاق افتاده یا نه؟ اخیراً اخباری به گوش رسید که ارتش آمریکا بی سر و صدا نیروهاش رو در منطقه به 50,000 نفر افزایش داده. این به معنای افزایش احتمال درگیریه؟ نه. چرا؟ چون در صورت بروز جنگ قرار نیست این جنگ وارد فاز زمینی شه. پس افزایش نیروی زمینی آمریکا در اطراف ایران فقط یک طعمه خیلی راحت در اختیار ایران قرار میده تا بتونه با موشک‌های خودش اونها رو مورد هدف قرار بده. کی میتونه تبدیل به زنگ خطر شه؟ وقتی آمریکا شروع به تخلیه این نیروها کنه. از طرفی اگر قرار باشه جنگ در بگیره، آمریکا حتما ناوگروه‌های خودش رو در خلیج فارس و یا دریای سرخ مستقر میکنه تا بتونه تا حدودی جلوی موشک‌های ایران رو بگیره. اما دیدیم که با توجه به تنش‌هایی که اخیراً بین آمریکا و ونزوئلا به وجود اومده، خیلی از ناوگروه‌های آمریکا دریای سرخ رو ترک کردن و به سمت ونزوئلا رفتن. و خبر بعدی، استقرار 6 فروند بمب‌افکن رادارگریز بیتو، همون‌هایی که توی حمله قبلی به نتنز و فوردو حمله کردن. اگر یادتون باشه قبل از حمله قبلی هواپیماهایی که در اطراف ایران بودن رو تخلیه کردن و به پایگاه‌های بردن که در تیررس ایران نباشه. وقتی این هواپیماهای گران قیمت در حال حاضر در منطقه مستقرن، این معنی رو میده که احتمال بروز درگیری کمه و اگر قراره بر جنگ باشه، این هواپیماها منطقه رو ترک میکنن و برای درگیری مجددا به منطقه برخواهند گشت. مورد دوم، موازنه وحشت. طبق گزارش هایی که اخیراً به دست رسیده، ایران بعد از جنگ 12 روزه خودش رو برای یک سناریوی وحشتناک آماده کرده. ایران چیزی در حدود 1000 الی 2000 موشک و پرتابه مختلف آماده کرده تا در صورت بروز هر گونه حمله‌ای در لحظه صفر حمله تمام این پرتابه ها رو به سمت اسرائیل شلیک کنه. در جنگ قبلی ایران در موج‌های مختلف و در تعداد پایین موشک شلیک می‌کرد. در نظر بگیرید در یک لحظه این تعداد موشک شلیک شه. طبیعتاً پدافند آمریکا و اسرائیل توانایی دفاع در برابر این موشک‌ها رو ندارن و حتما آسیب‌های خیلی زیادی بهشون وارد میشه. از اون سمت خبرهای زیادی رسیده که ایران به سرعت در حال بازسازی ذراتخانه موشکی خودشه و دائما هواپیماهای نظامی مختلف از مبدأ روسیه و بلاروس و گاهن چین در فرودگاه‌های ایران فرود میان. طبق اخبار که البته توسط منابع رسمی تایید نشدن، این هواپیماها محموله‌های شامل انواع پدافندهای مختلف، انواع مواد لازم برای تولید موشک‌های سوخت جامد و بعضاً جنگنده بودند. و این یعنی اینکه توان آفندی ایران حتی نسبت به قبل از جنگ 12 روزه هم پیشرفت بیشتری داشته. در مقابل اسرائیل برای این ترفند چه کرده؟ یکی از مشکلات بزرگی که پدافند اسرائیل در جنگ قبلی داشت، مسئله تعداد موشک‌های پدافند یا به عبارتی اوتنامبر شدن پدافندها بود. ایران ابتدا موشک‌های ارزون قیمت خودش و یا پهپادهای زیادی رو به سمت اسرائیل شلیک می‌کرد. موشک‌های پدافند به ناچار به سمت اونها شلیک می‌شدن و بعدش راه برای موشک‌های اصلی باز می‌شد. اما در همین هفته گذشته اتفاقی افتاد که قواعد بازی رو عوض کرد. اسرائیل از سامانه لیزری پرتو آهنین رونمایی کرد. این سامانه میتونه با استفاده از پرتوی لیزر پرتابه‌های کوچک و پهپادها رو در فاصله کم از بین ببره و این یعنی افزایش ظرفیت پدافند اسرائیل. مشکل کجاست؟ اینکه این سامانه تازه عملیاتی شده و باید تست بشه. دلیل سوم، نفت و تنگه هرمز. ایران بارها هشدار داده که اگه جنگ به جاهای باریک کشیده بشه، خلیج فارس هم امن نخواهد موند. مؤسسات معتبر نفتی پیش بینی کردن در صورت بروز بعضی از جنگ‌ها در سال 2026 حتی قیمت نفت میتونه به بالای $100 هم برسه. نتیجه اقتصاد جهان وارد رکود میشه و دونالد ترامپ که با وعده عصر طلایی اقتصاد و کاهش تورم به کاخ سفید برگشته، نمیتونه این رو تحمل کنه. از طرفی این اتفاق باعث جهش قیمت بنزین در آمریکا میشه و این یعنی خودکشی سیاسی برای ترامپ.
پس اقتصاد دست سیاستمدارها رو بسته. اما از طرفی دیدیم که آمریکا اطراف ونزوئلا لشکرکشی کرده. ونزوئلا بزرگترین منبع نفت جهانه. اگر آمریکا بتونه بر نفت ونزوئلا سیطره پیدا بکنه، میشه گفت یکی از دلایلی که من معتقدم به خاطر جنگ نمیشه از سر راه برداشته میشه. باید بشینیم و ببینیم نتیجه جنگ آمریکا و ونزوئلا به کجا میرسه. دلیل چهارم، اختلافات بین کشورهای عربی منطقه است. در همین هفته‌های اخیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، دو متحد قدیمی، در یمن به جان هم افتادند. بله، نیروی هوایی عربستان کاروان نظامی متحدین امارات رو در یمن بمباران کرده. عربستان به امارات هشدار داده که نیروهاشو باید عقب بکشه و این یعنی اختلافات شدید بین نیروهای عرب منطقه. وقتی عربستان و امارات مشغول زدن همدیگه هستن، ایران فرصت تنفس پیدا میکنه. قطر هم که کلا خودش رو کنار کشیده و نخست وزیرش صراحتاً گفته ما چک بازسازی خرابی‌های اسرائیل رو نمیکشیم. دلیل پنجم، در قلب کاخ سفید اتفاق میفته. سند امنیت ملی آمریکا که اخیراً بیرون اومد، واقعیت‌های زیادی رو بهمون میگه. طبق این سند، آمریکا دیگه اولویتش خاورمیانه نیست. تمرکز اونها روی چین و مرزهاشون با مکزیک و کشورهای اطراف خودشونه. اونها اذعان میکنن که ترجیح میدن اداره خاورمیانه رو به دست بازیگران منطقه‌ای بسپارن. از اون سمت اخباری به گوش میرسه که افرادی در کابینه ترامپ که در جریان جنگ 12 روز کاملا از این جنگ حمایت میکردن، در حال حاضر علاقه‌ای به درگیری مجدد ندارن. و دیدار اخیر ترامپ و نتانیاهو هم دو نکته داشت. اول، خبری که اکسیوس همین امشب بیرون داد، ترامپ و نتانیاهو در جریان دیدارشون نتونستن به نقطه مشترکی برای حمله مجدد به ایران برسن. و مورد دوم در جریان خود کنفرانس اتفاق افتاد. ترامپ اول اذعان کرد اگر ایران تأسیساتش رو بازسازی کنه ما اونها رو نابود میکنیم، اما بلافاصله اضافه کرد ما دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم. این تناقض یعنی چی؟ یعنی واشنگتن میخواد با ترسوندن کارش رو پیش ببره، نه با جنگیدن. آمریکا به هیچ وجه تمایل به درگیری طولانی مدت در خاورمیانه نداره و این یکی از دلایلیه که باعث میشه نخواد مجددا وارد این درگیری شه. و در نهایت دلیل آخر، نبود سناریویی برای تغییر حکومت در ایران و وضعیت داخلی ایران. ساختار حکومت در ایران یک حکومت تکثرگراست و حکومت‌های تکثرگرا معمولاً با حمله خارجی سرنگون نمیشن. پس عاملی که میتونه باعث افزایش حمله خارجی بشه، بروز اعتراضات گسترده در داخل کشور که در حال حاضر با بروز بعضی از اعتراضات در بعضی از نقاط کشور، به خصوص بازاریان تهران، اما این اعتراضات شکل گسترده به خودش نگرفته. بیایم جمع‌بندیش کنیم. طبق این صحبت‌ها به هیچ وجه امکان بروز جنگ وجود نداره. قطعاً هیچ کسی نمیتونه به صورت قطعی این موضوع رو بررسی بکنه و پیش بینی کنه به جز افرادی که در اتاق جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل نشستن. اما این دلایل به ما نشون میده که طبق تجربه و طبق اطلاعاتی که به دست اومده، حداقل در کوتاه مدت جنگ نزدیک نیست. این شرایط میتونه تغییر کنه. قطعاً ممکنه تا 2 هفته آینده، تا 1 ماه آینده، 6 ماه، 1 سال، 5 سال یا هر وقت دیگه این شرایط تغییر کنه و متناسب با همون موقع باید اون وضعیت رو تحلیل کرد. پس در حال حاضر اگر من جای شما باشم، زندگی عادی خودم رو پیش میبرم. از همه اخبار هیجانی که میگن امشب فردا پس فردا حمله میشه دوری میکنم. دنبال پناهگاه برای در امان موندن در برابر موشک ها نمیگردم و در عوض به فکر اقتصاد خودم و خانواده خودم و کمک کردن به دوستان و آشنایان خواهم بود. در نهایت اگر براتون مفید بوده، این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید تا اگر اونها هم استرسی از بابت بروز جنگ دارن خیالشون راحت شه. و اگر نظری متفاوت با من دارید، حتما نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید تا با هم صحبت کنیم. خیلی مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.